اینجور نمیشه. این همه مونده و الانم ساعت 8 شبه. چیکار کنم؟ هم خوابم میاد، هم فردا امتحان ریاضی دارم. کلی هم مونده. دیگه نمیتونم کتاب بخونم. باید برم نمونه سوال حل کنم. برم یه قهوه بزنم. اینجور که نمیشه، خیلی طول میکشه. یه نگاه باید به کاغذ باشه، یه دستم به موس باشه، یه نگاه هم به لپتاپ باشه. این همه پی دی اف هم مونده. چجوری باید حل کنم؟ کاش یه راه دیگه بود که میتونستم سریعتر و بهتر حل کنم این سوالا رو. چیکار کنم؟ فردا میتونم ریاضی دارم. این همه پی دی اف و سوال مونده. کاش یه راهکار بهتر وجود داشت که بتونستم بهتر سوالا رو حل کنم. یه چیزی بود که میتونستم تو خود لپتاپ جواب بدم، نخوام یه بار واسم رو کاغذ، یه بار باید لپتاپ کنم. این چیه؟ استار جی 960 اس گرافیکس تبلت. جالبیه. XP Pen. من از کجا پیدا شد؟ بذار ببینم داخل جعبه‌اش چی هست.
هیچکی. همینطور که در داستان دیدید داشتن یک قلم نوری چقدر میتونه کمک کننده و کاربردی باشه. حالا بریم که یکم باهاش آشنا بشیم. حالا بریم سراغ نقاط قوت و ضعفش. از نقاط قوت میتونیم به قیمت مقرون به صرفه نسبت به امکاناتی که بهمون میده اشاره کنیم. یکی از نقاط قوت دیگهش سبک و قابل حمل بودنشه که میتونید هر جایی که بخواید جابجا کنید. علاوه بر این قلمش بی‌نیاز از شارژه و سبکه و میتونید به راحتی ازش استفاده کنید و میتونید به سیستم عامل‌های مختلف همچون مک و ویندوز و اندروید متصل کنید و بدون هیچ مشکلی استفاده کنید. از نقاط ضعفش که بخوام اشاره بکنم اینه که تو بعضی اوقات در برخی گوشه اندرویدی در برخی اپلیکیشن ها ساپورت نمیکنه و بعضی اوقات میبینید که دارای دیلی و تأخیره. و یکی از نقاط ضعف دیگر نداشتن صفحه نمایشه که باید همیشه با یک مانیتور کاراتون رو انجام بدید. در کل XP Pen استار G960S پلاس یک انتخاب خوب و اقتصادیه برای کسانی که میخوان وارد دنیای طراحی بشن و یا حتی دانش آموزان و معلمانی که میخوان PDF و سوالات خودشون رو روی دستگاه یا لپتاپ خودشون در همونجا بدون نیاز به قلم و کاغذ جواب بدن. این قلم نوری هم کیفیت داره و هم کارایی و اگر دنبال یک قلم نوری خوش قیمت ولی قوی هستی به نظرم این قلم نوری پیشنهاد خوبی برای شما می باشه. اگر از ویدیو خوشت اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی، سابسکرایب به چنل یادتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید که واسه دلگرمی میشه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. تا ویدیوی دیگه پیس اوت.